اسماعیل رحیمی یا رحیموف دکتر علمای فیلولوژی پروفسور محقق اتنوگرافیای وادی یزگولم روز 3 ایول سال 2023 در سن 77 از عالم چشم پوشید. در این باره شرف‌الدین شاه کمانوف در فیسبوک خبر داد. درباره علت مرگ دانشمند مردم شناس چیزی گفته نشده است. اسماعیل رحیمی یکم ماه سال 1946 در دهه جمتک جماعت یزگولم نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده است. او هنوز سال 1992 رساله دکتریش را در اساس مواد مردم شناسی زادگاهش وادی یزگولم دفاع کرده سزاوار عنوان دکتر علمای فیلولوژی و بعداً پروفسور شد. اسماعیل رحیمی سالهای طولانی باعث خادم علمی در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی علمها کار کرده است. بعد استاد دانشگاه دولتی شهر خوروغ به نام مویانشان نظرشایف بود. او از سال 2019 تا دم مرگ در وظیفه خادم پیشبر پژوهشگاه علم گومانیتاری به نام بهادر اسکندرف اکادمی ملی علمهای تاجیکستان کار و فعالیت داشت. پروفسور رحیمی مؤلف دهها مقاله و رساله دایر به مسائل مختلف علم زبانشناسی است. زیر رهبری او چندین عالم جوان رساله های علمی دفاع کردند.